سلام، به یک دقیقه انگلیسی با دکتر زبان خیلی خوش اومدید. امروز 5 روش یادگیری سریع زبان انگلیسی رو برای شما میگم. روش اول، خودتون رو در موقعیتی قرار بدید که ناچار به یادگیری باشید. روش دوم اینه که اولویت خودتون رو روی روان صحبت کردن بگذارید، نه دقیق صحبت کردن. اشکالی نداره که غلط‌های گرامری هم داشته باشید. روش سوم اینه که به جای اینکه حجم زیادی از کلمات رو با زحمت تو مغز خودتون جا بدید، از نرم افزار تکرار با فاصله یا همون SRS که یک نوع برنامه کامپیوتری شبیه فلش کارت هست استفاده کنید. و چهارم اینه که یک دوست انگلیسی زبان پیدا بکنید. و پنجمین راهکار، از هر اشتباهی درس بگیرید و به خودتون جایزه بدید. برای جزئیات بیشتر به مقاله یادگیری سریع زبان انگلیسی در 5 قدم در سایت دکتر زبان مراجعه کنید. و این بود یک دقیقه انگلیسی با دکتر زبان.